در تالار بخش فرهنگ ناحیه تاجیک‌آباد دور ناحیوی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من برگزار گردید که در آن 23 نفر بهترین اشتراکچیان آزمون از روی نامیناسی‌های مقرر شده شرکت ورزیدند. با حاضرین هنرنمای اشتراکچیان آزمون از روی نامیناسی‌های نوازندگی و سرایندگی بسیار پسند آمد. ضمن برآمد هنروران نورس و جوان مهارت ایجادی خود را پیشکش حکمان نموده با اجرای سرود و نوازش‌های مردمی خاطر حاضرین را بالیده نمودند. هدف از گذراندن آزمون مذکور پیش از همه دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی جوانان و نورسان و ایجاد موسیقی نو بود که مسئولین چاره‌بینی به این هدفات و اندازه کامیاب گردیدند. امروز دوری ناحیوی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در ناحیه تاجیک‌آباد برگزار گردید که در آن 23 نفر در نامیناسی‌های سرایندگی و نوازندگی اشتراک نموده از آن 11 نفر به دوری منطقوی روخت گرفتند. من رستما و سعادت در نامیناسی‌های سرایندگی اشتراک ورزیدم و در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من روخت گرفتم و از طرف حکمانا بهای بلند گرفتم و به دور منطقه روخت گرفتم. در آزمون حکمان با برآمد اشتراکداران بهترین چاره‌بینی بهای بلند داده غالبان آزمون در بخش نوازندگی و سرایندگی به دور نوبتی روخت گرفتند.